مردم، شما چونان مسافران در راهید که در این دنیا فرمان کوچ داده شدید که دنیا خانه اصلی شما نیست و به جمع آوری زاد و توشه فرمان داده شدید. آگاه باشید این پوست نازک تن طاقت آتش دوزخ را ندارد، پس به خود رحم کنید. چگونه می شود تحمل کرد که در میان دو طبقه آتش در کنار سنگ‌های گداخته هم نشین شیطان باشید؟ پس خدا را ای جمعیت انسانها پروا کنید، حال که تندرستید نه بیمار و در حال گشایش هستید نه تنگ دست. در آزادی خیش پیش از آن که درهای امید بسته شود بکوشید. در دل شبها با شب زنده‌داری و پرهیز از شکمبارگی به اطاعت برخیزید.